السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانید. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانید. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدن. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدن، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم. شبی میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگن من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم. پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودند. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودند. خداست شما را تبریک و تهنیت میگویم و تبریک و تهنیت معنای این را دارد که ما و شما الحمدلله که با آمدن این آفتاب تابان از جمیع دینهای باطله و علل خصوص از آتش پرستی ما و شما نجات یافتیم. الحمدلله که راه راست را خداوند با شرف این حبیبش و ما و شما موفق گردانید. و بعداً پیش از آنی که موعظه امروزه را آغاز میکنیم یک جایه با شما دستی به دعا میبرداریم و به سوی خدای خود زاره و تولا میکنیم به حرمت این ماه مبارکش، به حرمت این حبیبش. خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و من كل بلاء عافیه. خدایا غم و اندوه که در خاندان همه ما هست بر سر همه ما آمدنی است. خدایا از پس غم و اندوه برای ما شادی نصیب بگردان. و خدایا تنگ دستی در خاندان همه ما مهمان هست. خدای مهربان جمیع مسلمان ها علی الخصوص
این مسلمان های مردمی کولاب را از تنگ دستی خلاص بگرداند. خدای مهربان تمام مردم مسلمان بای و با دولت بگردان و من کل بلاء عافیه. خدایا از بلاها ما را نجات بده. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب جهنم و نعوذ بك من فتنة المحیا والممات و نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. خدایا از عذاب قبر ما را نجات بده. خدایا از عذاب دوزخ ما را نجات بده. خدایا از فتنه های دشمن های اسلام ما را نجات بده و خدایا عاقبت ما را به خیر بگردان. گذشتگان ما را پروردگار و رحمت و مغفرت بگردان. امروزها که فرزندهای ما باز کمری سفر بستند، که امروزها باز به شهرهای دوردست سفر دارند، خدایا صحت و سلامت به مکان برسان و صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده بر بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم این در باب حضرت امام ابو حنیفه بود که ما و شما از بعض فضیلت‌های این حضرت آگاه شدیم و دیدیم که حضرت امام به سبب قبول نکردن وظیفه قاضیگی از دست ابو جعفر منصور به هلاکت رسید. پیغمبر خدا میگوید من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. کسی که از شما در بین مردم قاضی شد وی هلاک شد به زدن کارد. یعنی حضرت البته فهمیدن که هر کسی که وظیفه قاضیگی را میگیرد اون در مشقت‌های دنیوی و اخروی گرفتار می شود. البته انسان بی سهو و بی خطا نمی شود. وقتی حکم در دست او افتید البته در یک کار یک لغزش پیدا می شود. حضرت برای احتیاطاً این وظیفه را خیلی وظیفه مهم بود برای خود روا ندیدند و قبول هم نکردند. عاقبت حضرت از دنیا گذشتند. وقتی از دنیا گذشتند خود ابو جعفر منصور تاریخ‌ها حکایت میکند که نزد قبر حضرت امام آمدند و از این کار خیلی ناشایمی خود پشیمان شدند و با آواز بلند گفتند ای امام، گفتند این کار غلط ناشایسته از دست من سر زد، عذر مرا در دنیا و در آخرت کی میپذیرد؟ خبر وفاتش حضرت روح ابن عباده میگوید نزد ابن جریح نشسته بودم که خیلی عالم های برجسته اون زمان بودند. وقتی در معرکه ما هم صدای آمد که امام از دنیا گذشت، ابن جریح چی گفتند؟ گفتند که چی علمی کلان از بین رفت. حضرت شعبه باشد، این هم که از عالم های برجسته زمان امام بودند، وقتی میگوید خبر وفات امام به گوش من رسید، حضرت شعبه چی گفتند؟ گفتند نور علم در شهر کوفه خاموش شد. حمانی باشد از پدرش روایت میکند، میگوید پدرم گفت شب خواب دیدم که 3 ستاره از آسمان در زمین زد. بعد هفته گذشتن وفات ابو حنیفه میگوید به گوشم رسید و وفات حضرت مسعر به گوشم رسید و وفات حضرت سفیان ثوری به گوشم رسید. و حمانی میگوید پدرم گفت که عالم ها اینها به منزله ستاره ها هستند.
این عاقبت حضرت از دنیا گذشتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. و با همین این موعظه را ما و شما خاتمه می دهیم و از تمام پیروان حضرت امام خواهش ما، درخواست ما همین است که چگونه ای که حضرت رفتار کردند و چگونه ای که از حدیث ها و آیت ها برای ما و شما مسئله های را اجتهاد کردند، باید که به اونها ما و شما رفتار کنیم، به اونها ما و شما عمل کنیم. و دیگر برادرانی که پیروی این مذهب امام نیستند، از اونها درخواست من این است که بعض اختلاف ها را در بین مردم پیدا نکنند، زیرا که عاقبت اختلاف به همه ما و شما معلوم است که به چه انجام می‌یابد. از عادی ترین حالت مسلمان ها امروز دشمن های اسلام استفاده میبرند. باور کنین ما هم دنیا گشتیم، ما تاریک فکر نیستیم، ما هم روشن فکر هستیم. دل ما هم الحمدلله به مسلمان ها می سوزد، دل ما هم به مسجد می سوزد، به اسلام می سوزد. از این خاطر حضرت امام شافعی را بینین که خیلی امام برجسته بودند که در شهر اوزه فلسطین به دنیا آمدگی هستند. وقتی میگوید برای زیارت نزد قبر حضرت امام آمدن به کوفه، به شهر عراق، در مذهب امام شافعی در نماز بامداد قنوت خوانده می شود. وقتی به کوفه آمد نزد زیارت حضرت امام، حضرت طبق مذهب حنفی رفتار کردند، قنوت ترک کردند تا که اختلاف در بین مردم پیدا نشود.